سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما دوستای عزیز بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز در مورد معرفی تات است. یکی از دوستای ما سوال کردن که لطفاً تات های موسیقی را برای ما تشریح بتین همراه با یکی دو راگی که مربوط به اونا است که ما این ویدیو را شروع میکنیم در مورد سوال از این دوست ما که ما در هفته های آینده همچنان باز ادامه بدیم تا که ما بتونیم تمام تات ها را معرفی کنیم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین دوستای عزیز. دوستای عزیز، به خاطر از اینکه ما یاد بگیریم یک آله موسیقی رو بنوازیم و یا بخوانیم که اصلا گلین ما هم همچنان یک آله موسیقی هست. ما به این خاطر بسیار مهم است که ما اسکیل بشناسیم، بالای اسکیل کار کنیم و اساس کار ما امی است. اسکیل چی است؟ یک کامبینیشن از نوت هاست، نوت های موسیقی هست که ما بالای از تمام تکنیک های یادگیری را تجربه میکنیم. البته در موسیقی اروپایی اسکیل های مختلف وجود دارن، مثلا ماینور و میجر که دو اسکیل بسیار استانداردش هستن. در پالوی ازی دیگه اسکیل ها مثل دیمینشت، پنتاتونیک، بلوس و غیره وجود داره که تات هم یک نوع اسکیل هستن که این زیادتر در هند از هند آمده و مربوط هند است و ما هم استفاده میکنیم و فرقش با اسکیلی است که اسکیلی که در اروپا میگوین. فرقش است که در موسیقی اروپایی از اسکیل کمپوزیشن جور میکنن، آهنگ میخوانن، اما تات که از خود تات آهنگ جور نمیشه، بلکه راگی که مربوط به تات است از او راگ استفاده میشه و یک کمپوزیشن ازش جور میشه و آهنگ خوانده میشه. و البته که تمام استودنت هایی که شروع میکنن برای یادگیری موسیقی یا بنوازن یا بخوانن، اینا امی اساس کارشون نمی است که کار کردن با اسکیل یاد میگیرن و همراه از این آغاز میکنن و تمام تکنیک های یادگیری خواندن و نواختن بالای اسکیل اینا تجربه میکنن و یاد میگیرن. البته تات 10 تا تات وجود دارد در موسیقی هندی که از این 10 تا تات هزارها تا راگ دیگه تولد شده، یعنی تات منیس مادر است که باز از او دیگه راگ ها تولد میشه که حتی میتونیم بگوییم که از یک تات چندین صد و حتی هزارها یا هزار راگ جور شده و بعضی از راگ ها هم همچنان هستن که مربوط ای تات نمیشن، مثلا راگ ایر بهراو، مثلا راگ چاروکیسی، مثلا راگ کیروانی باشن که یعنی بعضی از راگ ها هم هستن که خودشان مستقل هستن. و دوستای عزیز گفتیم که در موسیقی هندی 10 تا تات وجود داره که ما ایره در هفته آینده سر هر کدام از اینا یک ویدیو می داشته باشیم و این تات که هر کدام این 10 تا تات ما تات کلیان است، تات بلاول است. البته تات کلیان ما در دو هفته گذشته 2 راگ از امی تات ما معرفی کردیم که ما امروز ایره زیادتر خود تات تشریح میتیم و بعد از او تات بلاول است، تات کماج است، تات بهروی است، تات بهرو است، تات آساوری است، تات کافی است، پوروی، مروه و توری می باشه. خب دوستای عزیز، ما راگ یمن در هفته گذشته دیدیم که من ویدیوش در بالا میگذارم و حتما چک کنین اگر تا حال ندیدین که راگ یمن از تات کلیان جور شده. نوت های راگ یمن و تات کلیان عین چیز است، مثل ازی که یک مادر یک دختری تولد کرده باشه که کاملا شباهت به خودش داره. این را ما دیدیم و مثل راگ یمن تات کلیان نوتایش قسمی است که تمام نوتایش
شد است، نوتای شد بغیر از ما که تیور ماده استفاده شده که ما اینالی را در روی هارمونیا باز یک بار دیگه میبینیم. و همچنان ما بر روی هارمونیا تشریح میتیم که راگ یمن کلیان گرچه که ما ایده در هفته گذشته دیدیم، اما باز ما تشریح میدیم که یمن کلیان آروش و افروش میریم و میبینیم که اینا چی نزدیکی برای یکی دیگه دارن و چطور ما اینا رو میتونیم که بخوانیم. و ما باز دیگه راک‌ها را همونطور آهسته آهسته به نوبت تحت بررسی میگیریم و سرشان کار میکنیم و یکی دراغ هم کار میکنیم. همونطوری که دوست عزیز ما از ما سوال کردن، شاید سوال از این دوست ما سوال بسیاری از کسا باشه که ما ازشان بسیار تشکری میکنیم که امی سوال از ما کردن. خب دوستای عزیز، تات کلیان همونطوری که گفتیم تمام نوتایش شده است بغیر از این می نوتش، نوت ما. یک دفعه ما ای تات کلیان می خوانیم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا و همونطوری که ما در هفته گذشته ویدیو سرش داشتیم که راگ یمن عین نوتاره داره و راگ ما سر از دیگه گپ نمیزنیم، برای که ویدیو مکمل در مورد زمو بود که شما این ویدیو را حتما که خواستید چک کنین. و آل راگ یمن کلیانه که تمام خواصش تقریبا یک چیز است امرای راگ یمن، که تنها فرقش است که در یمن کلیان دو نوت استفاده میشه، اما در یمن تنها اینمی استفاده میشه. ما یک دفعه چون در ویدیوی گذشته آهنگار در موردش خوانده بودم و تشریح کرده بودم، آل ما خود راگ یک بار دیگه آرو و افروش میریم. راگ یمن کلیان ما آرو و افروش میریم که شما زیادتر ببینین آرو و افروش چی رقم خوانده میشه. این مثل این راگ یمن از نی شروع میشه، آروش از سه شروع نمیشه. نی ری گا ما دا نی سا سا نی دا پا ما دا ما دا سا. یک دفعه دیگر ببینین. نی ری گا ما دا نی سا سا نی دا پا ما دا سا. حال ما در تات کلیان ما نوتیشنش تمرین میکنیم که چطور ما تات بلد شویم و بشناسیمش و کار کنیم. آرو افروش یک بار دیگه میرم. ساری کر ما پا
شما به خاطر از اینکه ایره تمرین کنین روزانه میتونین که این رقم تمرینش کنین. خب دوستای عزیز، اینمی چند تمرین بسیار ساده است که اینمی را اگر شما تمرین بکنین، اول خود راگ می رقمین تمرین کنین، امرای نوتوشنش بعد از او ایره امرای ریتم تمرین کنین، امرای مترونوم تمرین کنین که ما این تمرین امرای مترونوم در آخر ویدیو بر شما میگذارم که ببینین که شما چی رقم ایره امرای مترونوم تمرین کنین، که ما در اونجا تمرین کردیم و بسیار واضح نشان دیدیم که چطور ما آدم میتونه که تمرین صدا امرای مترونوم داشته باشه. راگ یمن نام گم جایگا چهره بدل جایگا میری آواز پہچان ہے
دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که یک ویدیوی جالب بوده باشه. دوست عزیز ما که این سوال کرده بودن، امیدوار هستم که به سوالشون به طریق درست تانسته باشم که جواب داده باشم. و اگر بازم دوستای عزیز شما امینه ویدیوها را خوش دارین و تا حال کانال سابسکرایب نکردین، لطفاً کانال سابسکرایب کنین تا که کانال رشد بکنه و ما خوبتر و بهتر و بیشتر بتونیم در خدمت شما دوستای عزیز قرار بگیریم. تا ویدیوی هفته آینده دوستای بسیار نازنین، شما به خدا میسپارم. بای بای.